الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را سپاس میگوییم با اینکه برای ما توفیق داد تا برنامه دیگر در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار بگیریم و امید است که در هر جایی که هستین در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشین. بینندگان عزیز و گرامی، برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن هست. برنامه‌ای که در تلاش این است تا درست تلاوت نمودن قرآن عظیم الشأن را در جامعه گسترش دهد. از الله متعال می خواهیم که ما را همیشه با قرآن داشته باشد و قرآن در گفتار ما و در کردار ما و در وجود ما نمایان باشد و فرامین و دساتیر پروردگار متعال سبحانه و تعالی همیشه در زندگی ما واضح و هویدا باشد. بینندگان گرامی، قرآن عظیم الشأن کتابی است که انسانها را به سوی خوبی و به سوی فلاح و رستگاری دعوت می کند. نه این که دعوت می کند بلکه می کشاند. قرآن عظیم الشأن کتابی است که اگر انسان به آن تمسک بزند و قرآن را محکم بگیرد، احکام و فرامینی را که پروردگار در قرآن فرموده آنها را در زندگی خود تطبیق کند، از فتنه های روزگار در امان میماند، از بدبختی هایی که در سر راه انسانیت و بشریت قرار دارد محفوظ میماند و مسئول می شود. فتنه هایی که امروز در عالم اسلامی اتفاق می افتد و در عالم بشری اتفاق می افتد، همه آنها برگرفته از این است که انسانیت و بشریت با لباس مختلف و با جامه های مختلف از آنچه را که پروردگار فرموده و از آن نسخه را که الله متعال برای درد و مرض ما تجویز کرده دوری جستیم و دوری جسته اند. و الله سبحانه و تعالی ما را توفیق بدهد که قرآن کریم را در زندگی خود زنده بکنیم و از قرآن به عنوان یک کتاب که سر مرده ها خوانده بشه و سر قبرستان ها خوانده بشه و پیرامون آن ختم قرآن گرفته بشه تا شکم ها سیر بشه، این گونه از قرآن استفاده نکنیم، بلکه قرآن کریم به خاطر هدف خاص آمده و آن هدف خاص را ما هم پی بگیریم و هدف نهایی من همان باشد. امید است که الله متعال سبحانه و تعالی برای ما این توفیق را بدهد. بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین قبل از اینکه به تلاوت آیات کلام الله مجید و قرآن عظیم الشأن بپردازیم، با هم دیگر درس از تجوید را هم تکرار بکنیم. ما بعضی از صفات حروف بعد از اینکه از مخارج حروف گذشتیم و آنها را تمام کردیم، رسیدیم به صفات حروف و از صفات حروف صفت شدت و رخوت را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردیم. حالا رسیدیم به صفت قلقله که ان شاء الله بعد از میان برنامه صفت قلقله را به خدمت شما عرض خواهیم کرد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، بیشک برخی از گمانها گناه است و در امور دیگران
تجسس نکنید و بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردهش را بخورد؟ به یقین از این کار نفرت دارید و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله توبه پذیر مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. با عرض سلام مجدد به خدمت بینندگان عزیز و معذرت می‌خوایم از و پوزش می‌طلبیم از شما عزیزان و بزرگواران با این مشکل فنی که به وجود آمد. خب بحث ما پیرامون صفت قلقله بود که صفت قلقله را می‌خواستیم تشریح بکنیم. ما در حروف عربی 5 حرف داریم که هرگاه ساکن بشه، هرگاهی که ساکن بشه در آنها قلقله میشه. اولا اجازه بدین که قلقله را تشریح بکنم که قلقله چی هست. قلقله عبارت از تکان خوردن هست، عبارت از تکان دادن و در اصطلاح عربی استفاده میشه وقتی که مثلا دیگ به جوش میآید و تکان میخوره، میگن که دیگ به قلقله افتاده، یعنی دیگ به تکان افتاده، تکان میخوره. و این تکان دادن را همین قلقله به معنای تکان دادن، وقتی که ما به این حرف میرسیم، به این حروف عربی میرسیم، به این 5 حرف را تکان میدیم، یک تکان آن را میدهیم. و این 5 حرف عبارتند از قاف، تا، با، جیم و دال. این 5 حرف که جمعش میشه قطب و جد، قطب و جد. هرگاهی که این 5 حرفهای قطب و جد، هرگاهی که اینها ساکن باشه آن را قلقله می کنیم، آن را تکان میدیم. و صورت تکان اینه، مثلا وقتی خواسته باشیم بگین حق، وقتی استاد بکنین در حق میگین حق، حق، حق. یک تکان قاف را میدهیم، یک تکان قاف را میدهیم. به این معنا که قسمت اخیر زبان، مثلا در قاف قسمت اخیر زبان به قسمت بالای کام بالا، یعنی قسمت گوشتی که نزدیک به زبان کوچک هست میچسبه. بعد از اون که چسبید حق، حالا چسبیده قا، یک صدای خارج میشه. و این صفت قلقله یعنی در 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال، هرگاهی که اینها ساکن بشه، هرگاه ساکن بشه اینها را قلقله میکنیم. و 2 مرتبه داره یا 2 مرحله داره. مرتبه اول یا مرحله اول یا قسم اول از قلقله، قلقله کبرا هست، یعنی قلقله بزرگ. قسم دوم قلقله صغرا هست، یعنی قلقله کوچک. اگر حرفی که ما آن را قلقله می کنیم در اخیر حرف، در اخیر کلمه قرار داشته باشد و در آنجا ساکن بکنیم، در آنجا استاد بشین، وقف بکنیم و در حقیقت کلمه اخیر جمله هم باشد، این نکته را داشته باشین، در اخیر جمله قرار داشته باشد و در اخیر کلمه باشد و ساکن باشد. حالا چی ساکن؟ ساکن سکون اصلی باشد یا سکون عارضی. سکون اصلی اینه که میبینید به هر حال سکون یا علامت سکون داره بالایش. اما اگر این که این علامت سکون نباشه، ما خواسته باشین خود ما وقف کنین در آنجا و حرف اخیر از حروف قطب و جد باشه، ما اینجا قلقله میکنیم. مثلا میخوانیم قل هو الله احد، احد، احد. دال میبینین که در اینجا از حروف قلقله هست. چرا؟ به خاطری که ساکن شده. و این حرفها گفتیم هرگاه ساکن باشه از حروف قلقله میشه، اگر این که ساکن نباشه حرف قلقله نمیشه. قاف، تا، با، جیم، دال، این 5 حرف مادامی که ساکن باشن
از حروف قطب و جد حساب میشن و اگر ساکن نباشن از حروف قطب و جد حساب نمیشون. مثل قل هو الله احد. احد اینجا قلقله کبرا هست، یعنی قلقله بزرگه. احد احد احد، ما آن را قلقله کبرا میکنیم. چرا؟ چون در اخیر جمله و در اخیر کلمه قرار دارد. و از این حروف احیانا میشه که در وسط حرف، در وسط کلمه قرار میگیره، در وسط کلمه قرار میگیره یا در وسط جمله قرار میگیره، که در این صورت هم قلقله صغرا میشه، یعنی قلقله کوچک. مثلا میگین یجعلون، 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 جیم در اینجا از حروف قطب و جد ساکنه. یجعلون، این در وسط حرف قرار گرفته. اما در اخیر جمله که قرار بگیره، و این نکته که متاسفانه در بعضی از کتب تجوید هم به این نکته یعنی اشتباه شده از پیش آنها، اشتباهی از پیش بعضی از افرادی که در بخصوص در میان فارسی زبان ها، حالا در میان حتی در میان کسایی که عربی زبان هم هستن و کتب تجوید نوشتن، این مشکل متاسفانه در میانشان به وجود آمده، در میان کسایی که تجوید نوشتن. و آن اینه که فکر میکنن که هرگاهی که حرف اخیر کلمه ساکن باشه بالعموم قلقله کبرا میشه. نه خیر، این گونه نیست. احیانا میشه که در اخیر کلمه هم قرار میگیره اما قلقله صغرا میشه. و ما به همین واسطه بار بار تکرار میکنیم، میگیم یا در اخیر کلمه باشه یا در وسط کلمه باشه قلقله صغرا، یا در وسط کلمه باشه یا در اخیر کلمه باشه ولی وسط جمله باشه، وسط جمله باشه. مثلا میخوانیم لم یلد ولم یولد، لم یلد، لم یلد ولم یولد. میبینیم بعد از لم یلد اول، دال اول واو وجود داره، وسط جمله. پس وقتی که وسط جمله بود، وسط جمله قرار گرفت، باز هم قلقله صغرا میشه، اگرچه میبینین که در اخیر کلمه قرار داره، ولی چون وسط جمله هست قلقله صغرا میشه. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. دال اول در لم یلد قلقله صغرا هست، لام دوم در واقع دال دوم یعنی لم یولد، لم یولد، اینجا قلقله کبرا هست، چون در اخیر کلمه هم هست و در اخیر جمله هم هست. پس مجموعاً یک بار دیگه به صورت کوتاه به خدمت بینندگان عرض بکنم، قلقله یعنی تکان دادن. وقتی که حرفی از حروف قلقله ساکن باشه ما آن را قلقله میگیم، حرف را تکان میدیم، حرف را تکان میدیم. و این 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال که مجموعاً میشه قطب و جدن. قطب، خب قطبه، حتی به ستاره هم میگن قطبه، قطب. و جد به معنای سعی و کوشش هم معنا میده، معنای مال هم معنا میده، معانی مختلفی داره. حالا المهمی که شما این را جمع بکنین در یک کلمه یا در 2 کلمه، این را جمع بکنین، قطب و جدن، که به یاد شما دقیق تر بمانه، در حافظه شما دقیق تر بمانه. 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال. اگر در اخیر حرف قرار بگیره و در اخیر جمله هم باشه قلقله کبرا میشه، یعنی تکان را قوی تر میکنین. اما اگر در وسط حرف قرار بگیره یا در وسط جمله قرار بگیره قلقله کوتاه‌تر، یعنی آسانتر و خیلی زیاد شدید نه بلکه بسیار خفیف آن را تکان میدهیم ولی قلقله میکنیم، که هر کدام از آنها را باز شما در قرآن کریم فراوان میبینیم و انشاءالله در درس امروز هم در مواردی که قلقله باشه با آن اشاره خواهیم کرد. اجازه بدین که میان برنامه را ببینیم و عزیزانی که برای ما ویدیوهای فرستادن، از اطفال عزیزشان و از نورهای چشمشان و نورهای چشم ما، اجازه بدین که ویدیوهای این عزیزان را ببینین و بعد از آن قسمت اول را ببینیم و بعد از آن انشاءالله در خدمت شما از تلاوت آیات خواهیم بود. السلام علیکم، من شراف‌الدینم، قزاقستانم، من 7 سالیم.
بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Manos nasta, astrodikista nasta, mechwa, zwaina taino, kausan, fasalili, radika, mahan, inna soniaka, wan abtar. السلام عليكم. مثالي حق ما اسمه کفتری قزاقستان 5 سالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الصوم الزفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تشكر البرنامج كوبيتو. سلام، من سلمان مومن زادم از ایران میخوام سوره ماعون بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الصدقيسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ على النعيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مطيبا أفصال أسخاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم. مثال حق. من نامم عاقله 11 ساله هم از قزاقستانم. من میخواهم سوره فاتحه را خوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين.
ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. سلام علیکم. نامی من گلجهان، من از تاجیکستانم. من میخواهم سوره فاتحه را بخوانم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشان. تشکری میکنم از عزیزانی که ویدیوها را برای ما فرستادند و چهره های مبارک و چهره های نورانی این عزیزان و گلها را دیدیم و همچنین تلاوت های زیبایشان را هم با هم دیگر استماع کردیم و شنیدیم. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر تک تک از اینها برکت بده و اینها را همیشه در حفظ و پناه خود داشته باشد. و به خصوص تشکری میکنم از دو عزیزی که در واقع از جمله عزیزان عرب زبان ما بودند، یکی از عربستان سعودی و یکی دیگر کوچک عزیز ما محمد جانی که از در واقع فعلا در ترکیه هست و سوری هست و از سوریه عزیز و شام عزیز که رسول الله علیه السلام در حق اهلش دعا کردند و الله متعال اهل سوریه را از دست ظالمین نجات بدهد، از اونجا بود و الله متعال سبحانه و تعالی تک تک از این عزیزانی که به هر حال الان ما تصاویر آنها را دیدیم، الله متعال آنها را در حفظ و پناه خود داشته باشد و آنها را از جمله داعیان و از جمله افرادی که دیگران را به سوی اسلام دعوت میکنن الله متعال بگرداند. اجازه بدین که درس امروز را با هم دیگر تلاوت بکنیم. باز هم از سوره مبارکه بقره هست که از آیت 237 الی 245 ان شاء الله با هم دیگر امروز تلاوت خواهیم کرد. این جزء دوم هست، سوره مبارکه بقره هست، از آیت 238 ان شاء الله با هم دیگر شروع می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حافظوا على الصلوات على الصلات نمیگین، على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة اینجا باز و الصلوات نمیگین، اینجا صلوات جمع، اینجا صلوات نمیگین. والصلاة الوسطى اینجا این علامتی که میبینین روی این الف در واقع این همزه وصل هست. این صاد کوچک که بالای این الف هست به معنای اینه که اینجا همزه وصل هست. والصلاة الوسطى وقوموا لله لام جلاله در اینجا باریک خوانده میشه. لله قانتین فإن خفتم، فإن نون ساکن بعدش خا آمده، خا از حروف اظهار، نون ساکن اظهار میشه. فإن خفتم
میم در اینجا اظهار میشه چرا که بعدش فا آمده. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا را در اینجا باریک خوانده میشه چون که میبینین در اینجا مکسور هست، یعنی کسره داره، زیر داره. نمیگن ری رجالا. اگر استاد بکنین میگین فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، ولی اگر خواسته باشین وصل بکنین این تنوین را اظهار میکنیم، میگین فَرِجَالًا فرجالا، چرا که بعدش همزه آمده و همزه از حروف اظهاره. فرجالا او رک را پر خوانده میشه، او رکبانا. سیلا به معنای این که اینجا وصل کنین بهتره. خب ما هم وصل میکنین، چرا بعد از تنوین اگر وصل بکنین اینجا بعد از تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا هست، نون در اینجا تنوین را ما اخفا میکنیم. او رکبانا فاذا اینجا مد منفصل هست. فاذا امنتم بعد از نون ساکن، این نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا، نون ساکن را اخفا میکنیم. فاذا امنتم فاذكروا الله را در اینجا پر خوانده میشه، لام جلاله هم پر خوانده میشه. فاذكروا الله كما علمكم اینجا بعد از میم ساکن میم آمده، میم از حروف بعد از میم ساکن که میم دیگه بیایه ادغام میشه. علمكم ما لم تكونوا تعلمون. می رویم به سراغ آیت 240. والذین یتوفون واو با فا وصل میشه. یتوفون فون این دوتا با هم میچسبه. یتوفون منکم بعد از نون ساکن کاف آمده، کاف از حروف اخفا هست، نون ساکن را اخفا میکنیم. منکم ويذرون ازواجا. اگر خواسته باشین ما در اینجا وقف بکنیم میگین ازواجا، ولی اگر خواسته باشین وصل بکنین چون بعد از تنوین در اینجا میبینین که واو آمده و واو از حروف ادغامه، اینجا ادغام میکنیم. این رقم میخوانین که ازواجو جو جیم را با واو وصل میکنین، میچسبانین. ازواجو وصیه صاد با یا میچسبه. وصیه یک بار جدا خوانده میشه یا یک بار با صاد خوانده میشه. وصی یک بار، یه وصیه. اینجا میبینین که تا منون تنوین داره، بعد از تنوین هم لام آمده، لام از حروف ادغامه، بناهن ما ادغام میکنیم. وصیه تل لأزواجهم وصية لأزواجهم
بعد از میم ساکن میم متحرک آمده، اینجا ادغام میکنیم. لأزواجهم متاعا متاعا متاعا. اگر خواسته باشین وقف بکنین میگین متاعا، ولی اگر خواسته باشین وصل بکنین. بعد از تنوین در اینجا همزه آمده، اینجا تنوین را ما اظهار میکنیم. متاعا 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 الى الحول الى الحول متاعا الى الحول غير اخراج غیر اخراج. اگر اینجا در جیم که حقیقتا میشه که اینجا وقف کرد، چون جیم علامت وقف جایزه. اگر علامت وقف جایز به این معنا که یعنی اگر وقف هم بکنین جایزه، وصل هم بکنیم جایزه، هر دو جایزه. اگر استاد هم بشیم جایزه، اگر خواسته باشیم بگذاریم هم جایزه. اگر وقف بکنیم، چون جیم از حروف قلقله هست، یعنی این که وقت ساکن بشه از حروف قلقله میشه، باید ما قلقله بکنیم. مثلا میخوانیم غیر اخراج 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 ج ج، یک تکان میدیم جیم را. و اگر خواسته باشین اینجا وقف نکنیم، چون بعد از تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا، مجبوریم که اینجا تنوین را اخفا بکنیم. به این شکل بخوانیم غیر اخراج فإن فإن فإن. بعد از نون ساکن خا آمده، خا از حروف اخفا، از حروف اظهار میکنیم. فإن خرج خرج خرجنا خرجنا. اینجا جیم میبینیم که ساکنه و از حروف قلقله هست، از حروف قطب و جد. اما اینجا جیم قلقله میشه، ولی قلقله صغرا میشه، قلقله کبرا نیست. خرج خرجنا خرجنا، نمیگین خرجنه خرجنه، این اشتباهه. خرج خرجنا خرجنا. فإن خرج خرج، میبینین یک تکانی معلوم میشه، یعنی کاملا واضحه. فإن خرجنا فلا جناح فلا جناح فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما فعلن. اگر استاد بشین حرکت اخیر را می اندازیم. این قاعده در کل حروف. وقتی خواسته باشین شما خواسته باشین که در اون حرف استاد بشیم، بناچار باید حرکت اخیر را، مثلا در اینجا حرکت فتحه هست یا زبر هست، شما مجبورین که این را بیاندازین، بخوانین فیما فعلن فعلن، نمیگین فیما فعلن باز استاد هم بشین. این درست نیست و در اصطلاح تجوید به این میگن وقف به حرکت، هم وقف بکنین و هم حرکت بدین. این درست نیست. فیما فعلن فعلن اگر استاد بشین. اما اگر وصل بکنین میگین فیما فعلن فیما فعلن فی. اینجا مد منفصل هست، به اندازه 3 الی 4 حرکت آن را طولانی میکنیم. فی انفسهن انفسهن انفسهن. بعد از نون ساکن فا آمده، فا از حروف اخفا، نون ساکن را در اینجا اخفا میکنیم، نون در اینجا مشدده، غنه میکنیم. فی انفسهن. حتی اگر این که ساکن هم، حتی در این که اگر وقف هم بکنیم، باید نگین فی انفسهن خلاص تر بشین، بلکه باید یک غنه کوتاه بشه. فی انفسهن. و چون در اینجا در حقیقت 2 نونه هست، در حقیقت وقتی نون را ما میبینیم مشدده یا حرف را میبینیم مشدده، حقیقتا 2 تاست. و اگر ما در یکی اختصار بکنیم بگین فی انفسهن، خب اشتباه گفتین.
نون دیگه ماند، نون دیگر مانده، ما مجبوریم که نون دیگر را هم در واقع آن را بخوانیم. فی انفسهن، حالا اردو تا شد، ولی اگه بگین فی انفسهن و استاد بشین فی انفسهن، خب یک نون شد، نون دیگه میمانه. خب اگر خواسته باشین وصل بکنین فی انفسهن من معروف، میم بعد از نون ساکن میم آمده، میم از حروف ادغام میکنیم. من معروف، روف را در اینجا پر خوانده میشه. من معروف، قلا هم به معنی این که اگر در اینجا وقف بکنین بهتره، یعنی بگین من معروف. والله عزیز حکیم، والله لام جلاله پر خوانده میشه. عزیزون، اینجا تنوین بعد از تنوین ها آمده، ها از حروف اظهار میکنیم تنوین را. عزیزون حکیم، عزیزون حکیم. این از آیت 240. میرویم به سراغ آیت 241. وللمطلقات تا با لام وصل میچسبه و یک بار هم لام جدا خوانده میشه. وللمطلقات متاع. اینجا بعد از تنوین در حقیقت عین تنوین داره، بعد از تنوین با آمده و با حرف اقلاب هست و مادامی که بعد از تنوین حرف اقلاب یعنی با بیایه که در اینجا هم آمده، در واقع اقلاب میکنیم، یعنی به این معنا که تنوین را مبدل میکنیم. اقلاب یعنی تبدیل کردن. تنوین را مبدل میکنیم و تبدیل میکنیم و عوض میکنیم به چی؟ به میم. و در اینجا میبینین که میم کوچکی هم نوشته. میخوانین متاع بالمعروف، متاع بالمعروف. صلا هم به معنای این که اینجا اگر وصل بکنین بهتره، یعنی بخوانین بالمعروف حقا علی المتقین. حقا در حقیقت اینجا دو تا قاف است. حقا، حق یک قاف و ها، یک قاف هم جدا. حقا بعد از تنوین هم اینجا تنوینه، بعد از تنوین عین آمده، عین از حروف اظهار میکنیم. میخوانیم حقا علی المتقین، علی المتقین. این از آیت 241. میرویم به سراغ آیت 242. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين بابا یا میچسبه، يبين الله لام جلاله پر خوانده میشه. يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. این از آیت 242. میرویم به سراغ آیت 243. الم تر را پر خوانده میشه. الى الذين خرجوا را پر خوانده میشه. خرجوا الى الذين خرجوا من، بعد از نون ساکن دال آمده، دال از حروف اخفا، نون ساکن را اخفا میکنیم. من دیارهم را در اینجا باریک خوانده میشه.
من ديارهم وهم ألوف. اینجا بعد از تنوین اینجا ها آمده، ها از حروف اخفا اظهار میکنیم. ألوف حضر الموت، حضر را پر خوانده میشه، حضر الموت. فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله، لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه، لهم الله موتوا. ثم در اینجا مشدد غنه میشه، ثم احیاهم. جیم علامت وقف جایزه، میتونین وصل بکنین، میتونین وقف بکنیم. ما در اینجا وقف کردیم. ان الله، نون در اینجا مشدد غنه میشه، لام در اینجا چون ما قبلش حرفیه که فتحه داره یعنی زبر داره، اینجا پر میخوانیم. ان الله لذو فضل. اینجا بعد از تنوین عین آمده. عین از حروفی است که اظهار میشه، بنابراین ما هم اظهار میکنیم. لذو فضل علی الناس، نون در اینجا مشدده غنه میکنیم. ولكن نون مشدده غنه میکنیم. ولكن اکثر الناس، نون مشدده غنه میشه. ولكن اکثر الناس لا يشكرون. این از آیت 243. میرویم به آیت 244. وقاتلوا فی سبیل الله، لام جلاله در اینجا باری خوانده میشه. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا. اینجا مد منفصل هست، مد میکشین، طولانی میکنیم. واعلموا ان الله، نون مشدد غنه میشه، لام جلاله پر خوانده میشه. ان الله سمیع علیم. بعد از تنوین در اینجا عین آمده، عین از حروف اظهاره، تنوین را در اینجا ما اظهار میکنیم. سمیع علیم. این از آیت 244. میرویم به سراغ آیت بعد، آیت اخیر. من ذا الذی، اینجا بعد از نون ساکن ذال آمده و ذال از حروف اخفا میکنیم نون ساکن دا. من ذا الذی قاف در اینجا ساکنه، از حروف قلقله هست، از حروف قطب و جد، اولین حرفه. ما در اینجا چون در وسط کلمه قرار گرفته، اینجا قلقله صغرا میکنیم. یقرض الله، لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه. یقرض الله قرضا، اینجا را در اینجا پر خوانده میشه. قرضا. اگر خواسته باشین ما در اینجا ساکن بکنین، ولی اگر خواسته باشین وصل بکنین، میگین چون بعد از تنوین ها آمده، ها از حروف اظهار میکنین، میگین یقرض الله قرضا حسنا. اینجا هم اگر خواسته باشین وصل بکنین، بعد از تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا هست، اخفا میکنین، میگین حسنا فیضاعفه
فيضاعفه له اضعافا. اگر خواسته باشین وقف بکنین، ولی اگر خواسته باشین وصل بکنین. بعد از تنوین کاف آمده. کاف از حروف اخفا هست، اخفا میکنین میگین اضعافا کثیره. جیم علامت وقف و جایزه، میتونین در اینجا وقف بکنین، میتونین وصل بکنین، مثل که ما وقف کردیم. والله لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه. یقبض. اینجا قاف از حروف قلقله هست و وسط حرف قرار گرفته، قلقله سقرا میشه. یقبض و یبسط و یب بیم با هم از حروف قلقله هست، از حروف قطب و جده. اینجا هم در وسط کلمه قرار گرفته. اینجا ما باز هم آن را قلقله میکنیم، قلقله سقرا. و یبسط و الیه ترجعون. و الیه را در اینجا پر خوانده میشه. ترجعون و الیه ترجعون. این هم از آیت 245 سوره مبارکه بقره که با هم دیگر از آیت 238 تا آیت 245 تلاوت کردین. اجازه بدین عزیزان و بینندگان گرامی که با هم دیگر آنچه را که ما امروز خواندیم تلاوت را بشنویم و یک کلیپی باز هم از عزیزانمان ببینیم و بعدا ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان السلام علیکم. من عبدالعزیز هستم. مسئولی فتح میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. هستم از تاجیکستان. نامم زلیخا. میخواهم که سوره الحمد رو خونم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa selamat kita lakukan surah Al-Hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. मैं मुआज़म खान ताजिकिस्तान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. وما جمع تاجيكستان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آبی چسب به لام چرا این همه به همراه و یک بار به همراه حرکت خودش ممنوع لی صدای اون حرفی که Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سمع طاجكستان. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. با هم دیگر آیات را از کلام الله مجید تلاوت کردیم و درسی از تجوید هم برای شما القا شد و همچنین با هم دیگر تلاوت این عزیزان و گرامیان را شنیدین. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر همه برکت بده و عزیزانی که این ویدیوها را فرستادن از ایشان هم تشکری میکنیم. از این به بعد بینندگان عزیز و گرامی میتونن با ما با این شماره‌ای که زیرنویس شده در تماس بشن و ان شاء الله ما تماس‌های ایشان را وصل خواهیم کرد و صدای گرم عزیزان را خواهیم شنید. اما خواهشم قبل از وصل تماس‌ها اینه که لطفاً کوشش بکنید تا حد توانتان این آیات را تلاوت بکنید، از آیه 238 تا آیه 245 سوره مبارکه بقره. هر آیتی از این آیات را که می‌خواستید تلاوت بکنید، ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم. جزاکم الله خیر. اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام استاد گرامی، حالتون خوبه؟ علیکم السلام. تشکر از شما خواهر گرامی، بفرمایید. شکر خدا. می‌خواستم درس امروز رو تلاوت کنم. بسیار خوب، بفرمایید تلاوت کنید. میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن خفتم فرجالا أو ركبانا
فإذا علمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. خواهر گرامی اگر بگین کما علمکم، علمکم یعنی عین با لام بچسبانین، علمکم. علمکم. بله علمکم. درسته بله. علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون يتوفون بله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستعين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يعوذ الله عوزا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يعزز ويمسط وإليه ترجعون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. ماشاءالله تشکر از شما. جزاكم الله خیر. بهتر شده خوندن؟ الحمدلله الحمدلله خواهر گرامی بهتر شده از گذشته. فکر کنم خواهر عایشه باشین درسته؟ بله خودم. بله ماشاءالله خوب بود. جزاكم الله خیر. ان شاء الله که روز به روز بهتر بشه. ایشالله. برام دعا کنیم بتونم حفظ کنم. خیلی دوست دارم. الله متعال به شما توفیق حفظ قرآن کریم بده. شکر خدا. دستتون در نکنه. خیلی سلامت باشین. تشکر. جزاكم الله خیر. تشکر. بیننده بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من محمد هستم از شریفی زنگ زدم. بله محمد جان میخوای تلاوت بکنی؟ بله. کجا رو میخوای تلاوت کنی؟ درس امروزی. بسیار خوب. بخوان میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلا الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ما شاء الله، جزاكم الله خیر. تشکر محمد جان، ما شاء الله ما شاء الله، بسیار زیبا بود. بسیار خوب، باشه که بخوان. السلام علیکم. علیکم السلام. جواد جان میخوانی؟ الرحمن میخوانم. بخوان جواد جان، بخوان. از شریف زنگ بده. ما شاء الله ما شاء الله، بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والبيان شمس والقمر والساعة والسماء ألا تخاصمني وقت ولا تخاصمني جميلة والأرض ربنا وهل ما السلام يا سنكم الدين. السلام عليكم. علیکم السلام و رحمت الله. یاسمین میخوانی؟ من میخوام اعوذ برب الناس بخونم. بخوان میشنوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظیم. آفرین ما شاء الله، آفرین. و تشکری میکنم از این برادر و خواهرها. الله متعال توفیق بیشتر بده بهشون. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشین. سلامت باشین. تشکر از شما برادر بزرگوار. من عظمت الله هستم از تاجیکستان. میخوام درس امروز رو تلاوت کنم. بفرمایید میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات يتربصن والمطلقات معروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا ثم الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله أن الله سميع عليم. جزاكم الله خير برادر بزرگوار.
تشکر از شما برادر بزرگوار. صدا شما هم اندکی نمیدانم که به هر حال آنتندهی پیش شما ضعیف هست، چی رقم کمی مشکل داشت. بسیار خوب، جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از مشارکت شما. سلامت باشین. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من نام سمیه النروی. ماشاءالله. سمیه جان چند ساله ای؟ 5 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ بله. بخوان، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمنذرين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آفرین آفرین، ماشاءالله سمیه جان، آفرین، خیلی زیبا بود. تشکر. بیادرک مومنخانه. خیلی خوب. بیادرکت اسم چیه؟ اسماعیل. اسماعیل. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم. علیکم السلام. اسماعیل جان خوبی؟ الحمدلله. چند ساله ای اسماعیل جان؟ 4 ساله. 4 ساله. خیلی خوب. خب بخوان، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آفرین آفرین. آمین. آفرین اسماعیل جان، آفرین. تشکر. ماشاءالله خیلی خوب بود. خوارک مامخانه. خوارکت اسم چیه؟ نادیا. خیلی خوب. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میشه بگین شما چند ساله این؟ 9 ساله. بسیار خوب. بخوانین، میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جزاک الله خیر. الله العظیم. آفرین آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر از شما خواهرها و برادر شما. تشکر. خداحافظ. جزاکم الله خیر. الله متعال به عمر شما برکت بده. بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب گویا که بیننده عزیز ما صدای ما ندارن. بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بزرگوار بفرمایید از کجا در تماس شدین و نام مبارک شما؟ ابو سهل باشم از کشور قزاقستان، از قریه فردوسی. ماشاءالله ماشاءالله. میخواین تلاوت بکنین برادر بزرگوار؟ بله استاد عزیز، بخوام که تلاوت کنم. خیلی خوب، بفرمایید، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من المعروف من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا فيضاعفه له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا برادر بزرگوار فیضاعفه له نه فيضاعفه له بله درست شده. فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر بزرگوار. ماشاءالله زیبا بود. الحمدلله. دختر خود را ان شاء الله که فهمیده. الحمدلله. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. سلامت باشین. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده بزرگوار، بفرمایید. سلام علیکم. الو. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید، صدای شما رو دارین. بفرمایید. خب بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم، خوبی؟ سلام. علیکم السلام. سلام. از کجا تماس گرفتی؟ چند ساله ای؟ من سنا هستم. ماشاءالله. از کجا تماس گرفتی؟ از الو. بله میشنوم، بفرما سنا جان، بفرما. من سنا هستم. آها. از کردستان. ماشاءالله ماشاءالله. تلاوت میکنی سنا؟ از کردستان. خیلی خوب خیلی خوب. بخوان سنا. بخوان، میشنویم. 7 سالمه. ماشاءالله ماشاءالله. بخوان. میخوام سوره نبأ رو بخونم. خیلی خوب، بخون. بسم الله الرحمن الرحیم.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن ربي إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. آفرین، تشکر سنا جان، آفرین، تشکر، ماشاءالله. آفرین، ماشاءالله، تشکر، جزاک الله خیر. آفرین، خیلی زیبا بود. آفرین. گفتی 7 ساله ای؟ خب تشکری میکنیم از این کوچولوی عزیز. الله متعال سبحانه و تعالی به عمرش برکت بده و تشکری میکنیم از خانواده گرامیشان هم که با ایشون کمک میکردن. به هر حال بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر بزرگوار خوب هستین؟ سلامت باشی استاد. خواستم درس امروز کنم. بسیار خوب، بفرمایید، میشنوید. بخوانید. تصویر نداره. تصویر شما شروع بکنین، اعوذ بالله بکنین، انشاءالله که تصویر با اندک تأخیر برای شما میرسه. شروع بکنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حافظوا علی الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إن لهم غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف. مطلقات وللمطلقات لا برادر بزرگوار، لام زبر داره، لقاتی. وللمطلقات بالمعروف حق على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذروا الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقصد ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر بزرگوار. ولی برادر عزیز اگر در زبر و در زیر و در پیش و در اینها یعنی در اعراب متوجه بیشتر باشین انشاءالله بهتره. بعضی اشکالاتی بود که فقط در اعراب بود و به هر حال اشکالات بسیار کوچک بود. انشاءالله که تکرار بیشتر بکنین بهتر میشه. جزاکم الله خیر. ممنون. سلامت باشین. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زینب هستم از افغانستان. بفرمایید خواهر بزرگوار، میخواین تلاوت بکنین؟ بله. سوره مدثر مثلا تلاوت میکنم. بسیار خوب، بفرمایید. سوره مدثر را میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يزيد كلا إنه ثم يطمع ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقها صعودا إنه فكر وقدر جزاكم الله خير. كيف قدر. جزاكم الله خیر خواهر گرامی. ماشاءالله ماشاءالله خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. تشکر از شما. الله متعال سبحانه و تعالی. تشکر از شما. همچنان خواهر ما میخواد تلاوت کنه. بسیار خوب بسیار خوب، میشنویم. بله خدا. سلامت باشید. بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میشه معرفی بکنین شما چند ساله هستین؟ اسم من صفصه از افغانستان. 11 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. میخواین کجا رو تلاوت بکنین؟ سوره آل عمران آیت 117. سوره آل عمران آیت 117. بسیار خوب، بخوانید، میشنوید. متاسفانه تماس شما قطع شد و انشاءالله میتونین که باز مجددا تماس بگیرین و صدای شما رو خواهیم داشت. و تشکری میکنم از خواهر گرامی که خواهر شما ماشاءالله تلاوتشان بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. ماشاءالله جزاکم الله خیر. انشاءالله که هرچی تمرین بشه بهترتر میشه. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید.
بخوان میشنویم. رب العالمین مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد تشکر میکنیم از این کوچولوی عزیز. بله تشکر میکنیم از کوچولوی عزیز و تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. خب تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله بیننده عزیز بفرمایید. علیکم سلام استاد گرامی، چه خوبین؟ تشکر از شما، جزاکم الله خیر. الحمدلله سلامت باشین. بفرمایید. خدا خیرتون بده، دست در نکنه، الله یار یاورش باشه. آمین. تشکر از شما. میخوام آخر سوره انعام بخونم. بسیار خوب بفرمایید بخوانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وجاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن حمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. تشکر از شما، خیلی ببخشین چون وقت برنامه بسیار کمه. تشکر از شما، ماشاءالله زیبا بود. جزاكم الله خیر. بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما، سلامت باشین. جزاكم الله خیر. بفرمایید. امید هستم از کردستان. ماشاءالله. بفرمایید برادر بزرگوار امید جان. میخواین تلاوت بکنین؟ انشاءالله. بفرمایید. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف حقا على المتقين والله عزيز حكيم. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تشکری میکنیم از شما برادر بزرگوار. جزاکم الله خیر. الله متعال سبحانه و تعالی به شما جزای خیر بده. ماشاءالله تلاوت شما بسیار زیبا بود. تشکر از شما. سلامت باشین. ماشاءالله تلاوت شما خیلی خوب بود. جزاکم الله خیر. تشکر. خب بینندگان عزیز و گرامی، دیگه از این بیشتر نمیتوانیم مزاحم شما باشین و تماسهای شما را بگیرین و شما مراهم ما باشید. جزاکم الله خیر. الله متعال سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده و تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیزی که با ما همراه بودن تا حالا و با ما همراهی کردن. چون شاید بگین که هنوز دقایق باقی مانده، چرا با این زودی میخواین خداحافظی بکنین؟ خداحافظی میکنین به خاطر اینکه بعد از این خداحافظی ان شاء الله میرویم به سراغ بخش اخیر برنامه که همانا در واقع ویدیویی از عزیزانی است که تلاوت‌های خودشان را فرستادن، قسمت سوم در این برنامه که ان شاء الله با هم دیگر آن را خواهیم شنید. اما باز هم تشکری میکنم پیشاپیش از عزیزانی که ویدیوها را فرستادن و الله سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده. عزیزانی که تا حالا ما را تحمل کردن، پروردگار متعال در عمرشان و در وقتشان برکت بده. و از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی هم تشکری میکنم و تشکر از همه شما عزیزان. خلاصه همه عزیزانی که صدای ما را شنیدند و تصویر ما را دیدند و به هر گونه شاید بعداً هم ببینند و بشنوند، از همهشان تشکری میکنم. الله سبحانه و تعالی همه من و شما را در پناه خود داشته باشد. این شما و این هم کلیپ ما از خدمت شما رخصت میشویم. السلام علیکم. من از تاجیکستان، نامم شیراز خان، من 5 ساله هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Astamar Tajikistan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم ألم كيف إنا أتينا كوثر فصل ربك وهزينة أكبر صدق الله العظيم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. من اسماء اسمدنه منورة 4 سالم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محمد اسماء تاجيكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احمدی هستم 4 ساله از کرج. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شبانستم أشتاليم الزايدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. من نبی سعد ایزان هستم. 6 سال دارم. از تاجیکستانم. میخواهم که از قرآن کریم سوره فاتحه را قرائت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوم ما يوستا ما يمكاستم ما مدى عمرم دا يوزد سولاستا سوري حديدة بيخون. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.